سلام درود. آره اینجا هستم و خیلی خوشم به یک ویدیوی بدوارز دیگه. البته خب این ویدیو فکر کنم یکم متفاوت باشه. من زدم این ویدیو تو یوتیوب میبینم و اولین ویدیو چنل یوتیوب حساب بیاد. حالا نمیدونم که تو چنل آپاراتمون آپلود میشه، ولی خب که اومدیم گیم ها پرکتیس پلی بریم که ما یکی از بکای میسیم اینجا هستیم و اوکی نفت گرم میسم تقریبا البته گرم میسم گرم جاره بریم بگیریم و الان واقعا برام سوالی میشه کار بود کرد. ای بابا و بلاک میذاشتن اشتباه کرد. زود اومدن رو سرات بدش اشتباه من بودیم. برو خب ماشاءالله من اول بکشم و اول بکشم. یا بابا هیلم کردم خدایی که ما تیرکس هم پلی میدیم، ولی خب تیرکس تیم خود زیادی شده پلیراش تاکسیک بهتره بگن و بومخه کلن چیتر هم که توش هست بدترشون کنه این قضیه. ولی خب گیم ها واقعا خیلی خوبه برای اینکه ستاره همون رو توی چیز ببینیم. آره اوکی ببینم بلاک پلیسمنت میکن هیل تو ببینم خب داشتم میگفتم تیرکس هم پلی میدیم نکه ندیم. خب ولی اوکی ماشی اوکیه فکر کنم در حد نیست داشتم حرف میزنم ولی نه ولی ماشی بخوریم ببینیم نمیدونم فکر نکنم میتونم بدشو بزنم. اگه بشه زد که عالی میشه. اینجا که نمیشه پلات پلیسمنت کرد 100%. فقط باید بریم بالا باختمون چنه بریم فایر بار فایت شروع کنیم. الان آره بیت فایت زیده احساس کنم. خب بریم فایر بار فایت و گرم کنیم لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره. اگر دارین تو یوتیوب اگه تو آپارات بیایید لایک کامنت با فراموش نشه. مرسی. خب بریم برای بابا من نمیدونم شاید بعضی مپ‌ها رو اینجوری میسازن. اینجا به فایر میزنم خیلی پرتاب میشنم. بریم شاید خب زاد ندارم. چی بدم بابا تاکسیک من الان چطور برم اون بر فایر و فایراشو من کی میفته. ولی خب از این پیلر ما چیز نداشتیم گیم ها. خب بده بزن. خب بدو زدیم. اوکی بدو زدیم. امروز زدنش فکر نکنم اینجا کار داشته باشه. یا اینجا ببینم بعضی مپا یکم چیزه بردم خودم افتادم بردم مرسی. حتی اون زودتر افتاد زیاد. بریم پای بار فایت دیگه ببینیم چیکار میکنم. ولی من زیاد گیم ها بازی نمیکردم قبلا، ولی الان زیاد پلی میدم. تیرکس هم هست برای لول رو بردم بالا، ولی خب خیلی فشاری تیرکس اگه پلی داده باشین فنی منظورم چیه، چون یه چیزایی داره برس خیلی زود زدم دیگه مجبورم چون میزش فایرم باشی میرسی تو هم این لحظه بره دار زده بودم.
آخ 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 بودو الان بده میزن. خب برس دیگه. الان بده میزنم. خودشون بود نکردن، نزدیک بود نکردن. خدا تو کن الان چطور برسیم اون بر. پس بریج نمیزنم چون 100 احتمال داره. ریسک نمی کنم بدم رفته چون همینجا میمونیم بیاد. نمیشه منتظرم ظاهرا. اوی اوی بد ندارم واقعا، از بریج زدن میترسم موقعی که بد نیست. توتی ندارم. من الان واقعا منم شاید چطور تا اونجا برسم. سی در اینجا من الان من باید تا برس خودم برم با بلاکام. بعد میشه بعدی که همزمان رو تا بیت میره همین دیگه، اونجا فایر نداریم و بعد خیلی راه نمیتونم برسم تا اونجا. چون تا اونجا خب باید سر خودش برد. من چیزم نداره، بلاک خاصی هم دیگه نداره میشن تا اون باید برم. راهی هست نزدیکتر برسیم زودتر برسیم. اوکی اون وره دیگه، من که خودم میدونم فقط نمیتونم برسم، مشکل اینه. 1 2 3 4 5 نمیتونم برسم. تا خودش باید بیاد، من نمیتونم برم تا اون ور. اوکی پینگمون هم اوکی، FPS هم خوبه. شانسمون یکی از پکای میستری داریم پلی میدیم، اگه اسمشو میزنم براتون با این پک کال میکنم نمیتونم یا دیگه نمیاد بابا. من فایر رو TNT جامپ کنم میترسم جدی. من ریسک بابا همون بلاکات رو پلیس کنم چی دارم میگم با همون بلاکات بیانیم رو بیریج نباشم ولی از اون ور نیست. میخواد برم اون ور، الان از این ور بیاد. الان چطور برم اون ور؟ خدایی نه منم سوال. من بلاک ندارم بس چیزی اینم که افتاد واقعا. یه بلاک میذارم خودت برایشونه. مثلا TNT جامپ هم الان میشه ولی خب من ریسکشو نمی کنم چون میره وای من بلاک ندارم. اینم داره میره نمیاد بلاک داره فکر کنم. اوکی فایر من کنترل آماده بگیرم، شیفت کنم چی آماده یاد بزنمش. اوکی CPS اونم اوکی. بیا پایین بینم بودو بزنم برد نو کردم. یه هم طول کشید این مچ ولی خب برای اینکه این مچ نمیدونم این پارت فقط پرکتیس بدیم یا سوله هم بریم نمیدونم. اوکی چون الان ویدیو یوتیوبه فکر کنم پرکتیس بدیم بهتره تا ببینیم خودتون چی میخواید. مچ اوکی پلیرهای گیم اپ خیلی دوست دارم واقعا. من داشتم آره بله تیرکس واقعا من بهتره اینا خوب سری بهت میزنم. بزن دیگه بدون الان میکشم یه تا اون نکشت راحت هم خب سری بدونیم بالا بدوش. مرسی. این بد فایت هم واقعا ضعیفه میتونم اینو واقعا بگم. بریم چیز کنیم تیرکس اسمش پلیر نداشت. پرکتیسش هم بعضی وقتا پلیر پیدا نمیشه توش نمیدونم چرا. بتل راش کسی هست یا بتل راش؟ مرسی. بیاد دیگه پلیر.
آمد. خب خب هشت. اگه آموزش بریجم خواستین میتونم بذارم براتون کامنت رو بگید باز. بابا این چقدر سریع که نیومد، یعنی که همزمان اومدیم دیگه، ولی خب نمیرسه. ولی الان میرسه. چیکار کنیم؟ وای یه عقب اشتباهی دارم. اوکی ایراد نداره، داریم تمرین میکنیم. مرسی. برو میرم بلهی بکشمش. اوکی بازیش اونقدر چیز نیست. اوکی این نفر اون یکی خوب زدم واقعا. یه بیت فایت دیگه هم بریم ببینیم چی تمرین باید بکنیم. اوکی بریم بازی کنیم. سیرکس واقعا فشاری که اومدن جا آرامش پیدا کنه. اوکی الان میاد بالا. بیرات میخوای بکنی آره. اوکی خب اینم زد. گیر کردم پینگش بده یک مقدار، ولی خب من میزنمش. اوکی فکر کنم راه زدم بهت باید سیمه کنش. خب نه 5 میشه یکم میمونده. نمیدونم پله این تیکار کنم کمی شده یکم. بیاد فایت دیگه میریم. اوکی اومدم لذت ببرید. اگه تکراری داره که یکم تکراری میشه احساس کنم. پس این بعد این مچ میریم چیز به خودی برید وارزه یه پرکتیس رو کنید. یا اول فصل من اینو نمیتونم بدم. چیتر نیست 100% چیتر نیست. اینو چیز خودم دوستانم 60 FPS بریج بزنم ولی خب خیلی بریج چیزیه دارم تمرینش باید انجام بدیم. بزن ببینم بابا با پی وی پی شو فقط باید چیز کنه. بچ ولی خب بریجش قشنگ اینجا راحت میتونم برم بزنمش. اینجا بس یه چیزه. وای کوک اوکی یکی رو فکر کنم ببازم معلوم نیست. یه پیش زیاد چیز نیست ولی بریجی که زد واقعا خفن بود. اوکی ایا اول من چطور علمی بزنم. کیل شارقه رو گرفتم. بریم بنباز مثلش خب دابل بریم یه مچ دابل. ای بود بریم بزنیم آکو هست میرم آکو و میشون خواستم سولان بره گفتم بلن با دابل شوت کنیم. سولان میریم. اینجا تا بگیم رفتم ببین تکون بخوری نگو لفت بار. خدا رو شکر بیره طرف بود. مرسی دفته من برم رو بدش. بکنم تا همینجا رفته باشم بالا. خوب بکنم بردن لف خورده پس من سریع برم بدشو بزنم. منم لف نخورده ولی من بدشو باز میزنم. شیرس چیز زیاد حواسش به بدش نیست. خوب
2 نفری هم دفم نمیدن. قدرت میزنمش. آقا فایر دیگه اسمم ند. یا ازت عبا. آقا آرام. کی به تو زد؟ بده من رو زد. نمیفهم. نشد. آرام باشید. گره میره. گره. بخونم وایت شده. وایت یکی. وایت. آره وایت. بچه ها واردیم خیلی رندوم بدون رو زدن. دفش فکر نکنم دف داد یا نداد من نمیتونم ولی خب نه دف میده یا میره کدوم کار انجام میده دف میده یا میره خب اصلا بدو سریع دف بدم من اینه اضافه میده پکی جالبه اگه خواستی با این پک بیشتر بازی کنیم حتما تو کامنت ها بگید میریمش خب بیدون از اونم میگیریم یه بریم زد بدو طرف زد آکوها داره میاد از این وقت اوکی این چیز ماشالله بیایم بریم بزنمش لا 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 یا از نه بابا من شیلی خندیدم دیگه چون جدیش نگید او پیککس وای نه بابا من اگر حواسم پک و چیز بود دیگه نفهمیدم حواسم یار من کو خب بد شانسی داریم این مچ الان من چطور بریم آقا بره این دیگه بیا بریم بیا خودش هست راحت بدو زده بوده اما بابا اینا چقدر میرن بالا خشتک میرن بالا بابا اینو بزنم جمع کنم اینو من مرسی اصلا یارم هم که قشنگ میره این من اصلا توجه به بت نمیکنه فعلا باید بدو بزنم دفتارم فکر نکنم ایده خوبی باشه ایده خوبی هست الان تک نفری شده بدشو بزنم برام سوال پلیر تیرکس بودی آیا برام سوال شد واقعا به تیرکس بودن ربطی نداره من اینقدر تو تیرکس فایبال خوردم یه چیز شده حالا یه آرمور بگیرم چند بلاک و میدون به تو طرف یه بدو دیگه زشت نتونیم بزنیم این بدبخت مور من باید اینو بزنم من الان باید خودو بینم واقعا سم داره میشه دیگه واقعا نمیتونم تحمل کنم بدیشو بزنم بشی بدو خودو بینم کیلش مال خودم 4 تا داریم به اوکی پارت سعی میشد شروعش ولی امیدوارم پارت های بعدی مثل این نباشه سر همین مونیم بریش بابا ای توف توی یلو چی میگه مثلا آکورد رفت چیزه بریم دایمن جمع کنیم میخوان نیاز به چیز داریم پارت تو کنیم میکنه طولانی شد نمیدونم 2 تا داریم دا بریم چیز بگیرم کم قوی کنیم خودمونو 2 تا اوکی شیرز رو یه گپل بگیرم شیرز با یه دونه این گپل خب الان همه چی اوکی داره پیش میره تقریبا من باید بندازم خب
اگه نمیدونستین یه چی گفته باشم اینجا. نه، نه. اگه میخوام مثلا بدونی که چه صحبت کنید اونو بذارید، اگه نمیدونید برای که نمیدونم چس رو بزنید با کلیک چپ اینو میره تو چس. اگه نمیدونستین نگفتم گفت بله شاید نمیدونسته باشم. خب الان یه بالا آکوا که رفت ولی اینم چی زدش. دایمن میاریم یا امیرات بمیریم یه بریم سعی کنیم چیکار میتونیم. پینک رفته چطور؟ در حال رفتن ببرسه. من میزنم ای توست کنم بس میرم اونور بیدشون بزنیم. سلام ازم بگیم بایه تربیت چیز آهنی داره یا ازت قرمز. نه کیلش من شد چون آخرش دارم فکر کنم. یاره من کن اون دوستان عزیز مرسی این پارت سم رو دیدید. یکم سم شد و یاره ما رو دارید مردم. واقعا سم می شدم رد برد و ایمشم تمام من نفر سوم شدم تو این مچ. جالبه 4 تا کیل داشتم و بالاترین 7 کیل بود که یاری من داشتم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. نظرتون رو تو کامنت ها بذارید. من فکر کنم 5 ستاره شدم اینجا. آره 5 ستاره شدم. 5 ستاره بودم اصلا. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی و بهترین‌های آینده در یوتیوب و آپارات اینا. خدافظ.